داود سرخوش عمود که میگه سلطان صداست، واقعا سلطان صداست. آهنگای سرخوش معمولا چی گذشته ها چی جدید و یه آلبوم من و تو که واقعا گل کرده. من و تو تا نفس باشد من و تو. هر دفعه که آقای سرخوش آمده ما در کنسرت حضور داشتیم. باعث افتخاره که ما یک شنونده داود سرخوش هستم. من و تو حرف ما جلب مردم و محبت مردم بیشتر از هر دفعه دیگه میشه. هنرمند دلها جناب سرخوش عزیز بسیار زیاد خوش آمدید. من و تو از هوس باشد من و تو. من و تو نیمه ای از روحمان کم، دو تنها دو سرگردان عالم. غریبی بیشتر از این که یک عمر من و تو زندگی. استقبال گرمتون در اینجا تشکر. گرچه که اون چی که ما باید من توفه با خود دارم همیشه کوچک است، کوچکتر از لطف و مهربانی دوستایی که در این دیار هست و تا این همه سال سبب دلگرمی شدن، پشتوانه گذاشتن برای از کار. خوش آمدی به شهر ما، خوش آمدی، خوش آمدی به شهر ما، خوش آمدی. صدا موج تراوت از گلوی رود آورده است، خدا یک بار دیگر حضرت داوود آورده است. غرور از قامتی سلسال گرفته، خدا بیخی از او آوال گرفته. سلام کردم جوابش ندیدم، فقط که آسمو را بال گرفته. سبزی نپوشد ای باران سبزی نپوشد ای باران. نتیجه مهاجرت ها و آوارگی ها باید هم تکه پارچه شدیم. سرخوش برای ما خیلی بیشتر از هنر و موسیقیش هم است. من میخوایم که از گروه فرهنگی هنری باران تشکر کنم. یک جمع هنرمند، هنرپرور و با آرزوهای بلند است که میخواهد جدوزه که هنر و موسیقی را برای ما بیاره و لحظات خوش و شاد برای ما خلق کنه. میخواه هنر و موسیقی را برای افغانستان و برای دیگران هم نشان میده. به او خاطر ما میخوایم که با استفاده از این فرصت شما خواهش کنیم که برای کل کارهای هنری که آقای رضایی دوباره روی دست گرفته و انجام میده یک کف محکم بزنید. امشب در برنامه گرد هم آمده ایم که در نوع خود خاص و بسیار ویژه است. خاص به این جهت که صحبت از ستاره درخشانی است که همه دوستش داریم. صحبت از شخصیت بزرگ و هنرمند عزیز و شهیر کشور و محبوب دلهای ماست.
او کسی نیست جز استاد داوود سرخوش. از حضور یکایک شما مهمانان عزیز که لطف کردین دعوت ما را پذیرفتین و امشب اینجا تشریف آوردین تشکر و قدردانی میکنم. داوود نه تنها یک هنرمند است، برای ما یک هویت است. اولین دفعه است که در کنسرتش اشتراک کردیم دیگه، بسیار زیاد خوشحال هستم و بسیار هیجان هستم که آقای داوود سرخوش عزیز را ببینم از نزدیک. I'm attending Dawood Sarkhosh's concert because I've seen him before and I really enjoy his music, although I don't understand much, to be honest, but I know that he's a very important icon for the Hazara community and the Afghan community generally. تقریبا تیکت‌های خود 3 ماه پیش با مزه که وبسایت باز شد ما تیکت‌های خود بوک کردیم. خیلی هر روز مشتاقانه و خیلی بصبرانه منتظر روز بودیم که ان شاء الله بخیر امشب با بیایم این برنامه را از نزدیک تماشا کنیم، استاد سرخوش از نزدیک ببینیم. من هر آهنگ داوود جان سرخوش بسیار زیاد دوست دارم، منتها سرزمین من را زیاد بیشتر دوست دارم. تمام غزلایش یک موکی میگه که مندنشی آقای مندنشی بیرار مویایی تیت پرک بله قلم تو. مرا آهنگای سالای قدیم داوود خیلی خوشمه. یکی از جمله آهنگایش که هنوز حضرت تو خیزد از این کوی. بار در آدلاید که آمده بود، امسال به خاطر که در آدلاید نبود به مو اساس ما همراه فامیل
آمدیم همین طرف به خاطر علاقه‌ای که به داوود سرخوش داریم. بله ما شخصا به خاطر می کنسرت آقای داوود سرخوش آمدیم. بسیار کنسرت خوب و جالبی بود. خودم شخصا اصلا علاقه به دنبوره چیزا نداشتم ولی آهنگاش کم و توم گوش میکنم ولی امشب واقعا علاقمند خاصی نشد. لیلا سکوت دور برت را نگاه کن لیلا سکوت دور برت را نگاه کن خالیست کوچه پشت سرت را نگاه کن لیلا سکوت دور برت را نگاه کن لیلا سکوت دور برت را نگاه کن. یکی از بهترین آهنگایی که بسیار دوست دارم از داوود سرخوش سرزمین من که بسیار احساساتی میکنه. سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من دردمند و بی‌دوای سرزمین من به آشیانه گشتم خانه به خانه گشتم بی تو همیشه با هم شانه به شانه گشتم عشق یگانه ای من دست و نشانه ای من بی تو نمک داره شعر و ترانه ای من سرزمین من خسته خسته جفای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من دردمند بی دوای سرزمین من سرزمین من دیدمی تو را سرودم سرزمین من دیدمی تو را وجودم سرزمین من بی به تو وفا نموده سرزمین من. برنامه امشب در کل قسمی که گفتم برنامه خیلی خوبی بود و از هر لحاظ از لحاظ هماهنگی از لحاظ نظم و کل چیز خوب بود. برنامه خوبی بود. خیلی خوش شده نظم و چیزایی که بود خیلی خوب بود و ای که این کنسرت به حساب کلا فروخته شده بود و هیچ جای نمانده بود. خیلی مردم ها پس رفتن. این خیلی یک دستاورد بزرگ برای ملبورن و برای مردم ملبورن و بر باران است. برای اولین بار بود که داوود جان سرخوش از نزدیک دیده بودم و این برای واقعا یک جای خوشحالی بود. مو از ادلاید آمدیم جست برای کنسرت داوود سرخوش و زیاد برنامه خوبی بود. تشکر از آقای سرخوش، تشکر از علی رضایی که واقعا برنامه رو برگزار میکنه. تشکر از آقای رضایی که برنامه را جور کردن و دوباره ما چانس ملاو شد که آقای داوود سرخوش بعد از 2 سال ببینیم از نزدیک. موضوع مدیریت برنامه را که آقای رضایی و دوش دارن با گروه همکارانشان، شما باور کنین که ما دومین یا سومین برنامه از یاد دعوت شدیم. خیلی چه میگن مسلکی یا پروفشنال یا بسیار زیاد به حد اعلایش بوده که آدم افتخار میکنه چنین کنسرت گذار را در شهر ملبورن در استرالیا در خارج از کشور داره. We enjoyed a lot. اولین بار بود که اومدم در کنسرت داوود جان سرخوش و صدای حضرت عشق از نزدیک دیدم. امیدواریم که داوود جان بارها باید استرالیا و تشکر از کسایی که برنامه را برنامه‌ریزی میکنن، میآیند اینجا زحمت میکشن، این برنامه را ارگانایز میکنن. بسیار عالی بود، بسیار عالی بود. جا داره از همینجا بازم از حضور مردم تشکر بکنم، از دوستایی که واقعا به هنر ارج میگذارن، به هنرمند ارج میگذارن. بسیار مهم است و این راه را
مسئولیت ما را سنگین میکنه تا مثلا برنامه‌های بعدی را ما زیباتر و خوبتر بخیر برگزار بکنیم و دیگه انشالله برنامه بعدی هم پیشروی هست که به مرور زمان ما ملبورن استرالیا را بخیر در جریان خواهد گذاشتیم. من دوست دارم بدم در پشت دیوار با دست من دست‌های تو یکی باشه. من دوست دارم، 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 من دوست دارم.